داریم خودم میتونم. آخه کی گفته سابقه داره؟ من آدم یه نظر میبینم میشناسم. این چه حرفیه که؟ حالا مشخصه. این باید مدرک داشته باشین. همچون که نمیتونی صحبت. سلام بابا سلام. آقا حسن رفتیم تو خریداره؟ بله میوه خریدم. میوه خریدی؟ بله. کوفتش بشه دربار بخوره. یعنی چه؟ این حرفا چیه میزنه آقا خشایار؟ به جون دکتر مقصر خودشی. اگه من جای تو باشم میدونی تو میدونی چه کار میکنم؟ میرم تحویل نیرو انتظامی میدم. چیزی نیست بابا جان، میبره برده ببر تو، حالا من میام. برو. نه چی شده؟ خب برو دیگه. آقا ارجنگ عزیزم، وقتی پدرتون به شما میگن برین شما برین دیگه. پس چند تا بزرگتر دارن صحبت میکنن، یه بچه دخالت نکنه. تشریف ببرید. برو کوفتش بشه. آقا من که هر چی میگم زود قضاوت نکنید، شما گوش نمیکنید. من میگم زود تصمیم نگیرین، عجله نکنین، فکرتون رو بکنین، همه جوانب کارو در نظر بگیرین. اگه لازم شد کاری نداره، یه تلفن زنگ بزنین پلیس بیاد. اینجوری تو گفتی ما که نفهمده. هم تو تونتون بگیری بشه زنگ بزن اونجا بزن. عزیز من همه شما با بشنم. نه درست دارم میگم وقتی همه چیز ثابت شد. آقا مصطفی آروم میگم وقتی که همه چیز ثابت شد، به شما ثابت شد که این آدم گناهکاره، الان عجله نکنید، زنگ بزنید سری پلیس بیاد، به نیرو انتظامی میاد. کاری نداره که. بعد میگم فلان جان آقا درست میگین، حرفش کاملا منطقیه. ببینید آقا فهمیدید چی گفت؟ بله بابا جون، صبر کنید حرف بزنید. قاطی کنید حرف بزنید. میپای تو حرف بزنید. میشم تو مخ. آقا دعوا نکنید، من صحبتم ادامه داره. آقا اجازه بدید. اجازه بدید، من دارم حرف میزنم. بچه خودش رو قاطی میکنه. نفهمیدم به تو حرف میزنم تو مخ. بچه چه منم باید اصلا من صحبت نمیکنم. آقا صحبت نمیکنم. آره میگی میزنم تو مخ دلش کن، بچه خوب داره تایید میکنه. گوش وقتی یه قضیه منطقی دارم میگم و منم دارم میگم اجازه بدید، من اصلا صحبت نمیکنم. آقا چیکار داری به اون مخم بیچاره؟ حرف نشیده میگم. چرا نشیده؟ حرف میزنه، منم دارم میگم منطقی داره میگه دیگه. بچه فهمیده چرا خوردش میکنید؟ اجازه بدید. من چی میگم؟ این دفعه آروم میگم، شما دقت کنید. من میگم کار هر کسی ممکنه باشه. بی خود به اون بیچاره گیر ندید. کار هر کسی ممکنه باشه. این بنده خود قبلا اشتباهاً یه کار خلافی کرده این آدم. غلط کرده. حالا اجازه بدید من صحبت میکنم. حالا قبلا یه اشتباهی کرده یا اصلا گیرم تعمداً یه خلافی کرده آقا جان. خب نباید میگم فرض میکنیم. نمیذارم من میگم قبلا فرض میکنیم اصلا تعمداً یک خلافی کرده این آدم. درسته. دلیل نمیشه حالا هر کسی یه خلافی میکنه ما بندازیم گردن این بیچاره. دلیل نمیشه. آقا همه ما اجازه بده دیگه. اجازه بدم صحبت میکنم. حالا خیلی خوب. خیلی خوب میزنه کاری میکنه. من میگم آقا ببخشید کوچیک‌ترا صحبت کنم. بعد میگم بگو بعد میگی. من میگم همه ما بالقوه میتونیم خلافکار باشیم. هر کدوم از ما میتونیم خلاف کنیم. نمیتونیم آقا جان؟ چرا من با چم اجازه من حرف بزنم پدر جان؟ اجازه من دو کلمه بگم؟ صحبت کن. اجازه بده. بچه‌ها نیستن، من دارم منطقی گوش میدم، دارم میگم دیگه. آقا اتفاقا منم میخواستم بگم. بفرمایید. حالا که خود شما گفتین خیلی خوب شد. آقا امکان داره اصلا آقا برزو دوز باشه. امکان داره فرامرز دوز نباشه. ممکنه بله. درست میگم؟ چون مشخص نشده که امکان داره برزو دوز باشه. چی داری میگی؟ آقا شما گفتین برزو امکان داره دوز باشه. آقا خودتون اگهش گفتین چی داد باشه؟ کی پایین میگینه؟ اشتباه شما میدونی چیه؟ آقا مصطفی حالا خودت اشتباه شما الان باید بزنی تو دهنش، الان نمیزنی. اون موقع نباید میزنی، الان باید بزنی. فهمیدی چی؟ یعنی چی برزو دوست باشه؟ اما یه مشخصی که امکان داره برزو دوست باشه. یه حرفی زد بابا چیزی میگفت. یه چیزی شما پایین بهش گفتی چی بوده؟ یه چیزی بوده دیگه. آقا تو در جواز را میذاشتی ها. آقا من اصلا کسی خاصیه که نگفتم که. من دارم میگم که امکان داره اصلا من بابام شما اصلا حتی آقلام بهشون هم میخوره. امکان داره دوز باشن. من بله شما من بله من دوزدم. حالا بره از شما تو چش من نگاه میکنی میگی تو دوزی. آقا